معرفی شرکت فولاد ارگ تبریز. شرکت فولاد ارگ تبریز در سال 1386 در شهر تبریز و تحت عنوان فولاد ارگ به ثبت رسید. نزدیک به 2 سال زمان صرف ساختمان‌سازی و آماده کردن تجهیزات این مجموعه گردید و در نهایت در سال 1388 آغاز به کار نمود. کارخانه فولاد ارگ تبریز در سال 1390 مراحل نصب و راه‌اندازی خطوط نورد گرم خود را به پایان رسانید و خط تولید انواع میلگرد آجدار از سال 1391 به صورت رسمی بهره برداری شد. شرکت فولاد ارگ تبریز با ظرفیت تولید 140,000 تن میلگرد در سال توانسته پاسخگوی نیاز استان تبریز و سایر استان‌ها باشد. کارخانه فولاد ارگ تبریز می‌تواند میلگردهای خود را با گرید A2 و A3 و در سایزهای 8 الی 32 تولید و به بازار عرضه کند. روی تمام میلگردهای تولید شده توسط این کارخانه می توانید علامت اختصاری FAT را مشاهده کنید. نشانه درج شده روی میلگردهای ارگ تبریز بیانگر اصالت و کیفیت این محصول می باشد. مجموعه تمامی محصولات خود را طبق استاندارد ملی و بین‌المللی تولید و روانه بازار می کند. فولاد ارگ تبریز همواره در راستای افزایش ظرفیت تولید و کیفیت محصول تلاش نموده و مشتری مداری را سلاحه خود قرار داده است. مجتمع فولاد تبریز در نظر دارد تا با تجهیز خطوط تولیدی خود به ویژه خطوط نورد ظرفیت تولید سالانه خود را افزایش دهد. همچنین این کارخانه صادرات به کشورهای همسایه را نیز در لیست اهداف خود قرار داده است.